الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، پدران و مادران و خواهران گرامی قدر، میخواهم که یک حدیث بسیار بزرگ درباره سنت پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم صحبت کنم و اینم که باشد روزه گرفتن روز عرفه است. روز عرفه یک روز پیش از عید قربان است که امسال روز 23 سپتامبر میآید. 23 سپتامبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که ابی قتاده در کتاب مسلم این حدیث آمدگی است، میگه سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم عرفه فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. رواه مسلم. میگه حضرت ابو قتاده صحابی جانفدای پیامبر که رسول الله از روزه گرفتن روز عرفه پرسیدند که چی قدر ثواب داره، پیامبر برای اصحابش گفت که امید دارم که همین روزه گرفتن روز عرفه یک سال پیش و یک سال بعد، یعنی 2 ساله گناهی تر خدا به هم میبخشه. به همین خاطر وصیت و مصلحت من برای شما بندگان خداوند همین است که همین روز عرفه را فراموش نکنید. وقتی که شما روزه بگیره یقین بدانید که خداوند 2 ساله گناه شما را میبخشه، که این بسیار یک کاری بزرگی هست که شاید که انسان با یک عمل کوچک نتوانه که گناهش خدا باشه، لیکن این روز فضیلتش پیش الله جل شانو چنان بزرگ است که بر روزه گرفتن همین روز خدا 2 ساله گناه تا ای بنده مسلمان، ای جوان مسلمان، ای مهاجر مسلمان خدا میبخشه. دعا کنیم که الله جل شانو توفیق بده که هر یکی ما و شما که نتونستیم حج آمده لیکن میتونیم که روز عرفه را روزه بگیریم در دولت های خود، خداوند توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.